رسیدیم به انتهای خیابان سال، کوچه اسفند. دیدی هر چیزی که به انتها نزدیک میشه جذابتر میشه؟ مثل خورشید که غروبش قشنگتره. اسفندیام همون زیبایی آخر سال هستن. هیچ وقت دردسری برای کسی نداره. اونقدر قوی هست که به تنهایی از پس همه کاراش برمیاد. آدمی کاملا مستقل، روی یک رنگی، خوشقلبی و دست کمک یه اسفند ماهی امن حساب کنید. آدمی که هیچ وقت بد کسی رو نمیخواد. مردم داره و تو دل همه یه جای خاص داره. خلاصی که تحت قاریای سال اومدن تا دلخوشی تمام سال باشن. اسفند ماهی جان، دست خدا همیشه توی دستات باشه. تولدت مبارک.